امروز 15 ژوئن 2025 روز یکشنبه برابر با 25 خرداد ماه 1404، سومین روز از تجاوز آشکار رژیم غاصب صهیونیستی به کشور عزیزمون ایران هستش. جمهوری اسلامی ایران در حال مقابله با این دشمن صهیونیستی و دفاع از خاک خودش هست. در این روزها و شبها شهدای بسیار زیادی دادیم از فرماندهان نظامی، متخصصان هسته‌ای و افراد بیگناه غیر نظامی. من قدیر نبیزاده هستم و در اینجا یک بررسی از شرایط امروز ایران در روابط بین الملل داریم. این روزها و شبهای بسیار خاصی محسوب میشه. حجم اطلاعات و داده هایی که این روزها جابجا میشه، حجم اخباری که منتشر میشه و تحلیل هایی که در واقع منتشر میشه بسیار زیاده. ما از صبح تا شب در حال خوندن این تحلیل ها و اخبار هستیم، ولی همچنان احساس میکنیم که از خیلی از چیزها جا موندیم. بالاخره اشراف زیادی نداریم، سطح دسترسی های محدودی هستش و همه چیزها هم در رسانه ها منتشر نمیشن. لذا اون چیزی که ما میدونیم و بر اساس اون بررسی میکنیم قطعاً اطلاعات جامع و کاملی نیست و ما بر اساس دسترسی هامون و تواناییمون در دسترسی به اطلاعات و تحلیل های موجود اینها رو بررسی میکنیم. چند تا نکته رو میگم و بقیه رو به روزهای دیگه یا فرصتهای دیگه موکول میکنم. نکته اولی که میخوام اشاره بکنم اینه که این جنگی که در واقع شروع شده و شکل گرفته و این روزها شاهد هستیم که به نظر نمیرسه بخواد به این زودی خاتمه پیدا کنه، در واقع یک جنگی برای تغییر رژیم هست. این نظر من و نظر یک عده دیگری هستش که خوندم. البته افرادی هستش که به این موضوع اعتقادی ندارن، ولی به نظر من این موضوع ماهیت جمهوری اسلامی ایران رو تحت نظر داره و میخواد اون رو تغییر بده. شروع حمله با زدن فرماندهان نظامی متخصصان هسته‌ای و در واقع تأسیسات هسته‌ای بوده و کم کم داره گسترش پیدا میکنه به تأسیسات اقتصادی، انرژی، زیرساخت‌های فرودگاهی، موشکی، نظامی و یک در واقع حجم گسترده‌ای از امکانات شهری و این قاعدتاً برای این هستش که منجر به یک شرایطی بشه که یک کشوری رو به تسلیم وادار کنه. جمهوری اسلامی در شب‌هایی که معمولاً گذشته از این حمله، در 2 شب گذشته یک سری حمله هایی رو به خاک اسرائیل انجام داده. روز دوم شدیدتر از روز اول بوده و امروز هم گفته شده که امشب هم حملات شدیدتری صورت خواهد گرفت. زیرساخت های نظامیشون رو زده در درجه اول، دوم زیرساخت های اقتصادیشون رو زده. طبیعتاً اتفاقی که افتاده اینه که غیر نظامی ها هم آسیب دیدن. البته رژیم صهیونیستی زیرساخت های مناسبی برای در واقع حالت امرجنسی داره، پناهگاه داره، آلارم داره و افراد میتونن در واقع از اینها استفاده بکنن که به همین دلیل تلفاتشون پایینه. البته اونها یک فیلترینگ خیلی عظیمی روی اطلاعات دارن، لذا اطلاعات دقیقی از سرزمین‌های اشغالی به این ور منتقل نمیشه. برعکس جمهوری اسلامی ایران
کشوری هستش که درش پناهگاه تقریبا وجود نداره و افراد در معرض حملات قرار دارن. همین امروز که ما تو خونه بودیم در فاصله حدود 500 متری تا 2 کیلومتری من 2 تا هدف در عرض چند ثانیه مورد حمله قرار گرفت و همزمان مثل که 6-7 تا این اتفاق افتاده بود و این به نظرم یه حمله هوایی بود، چون من صدای هواپیما رو هم شنیدم و متاسفانه هواپیماهای رژیم صهیونیستی تو خاک ما تردد دارن. این بدون در واقع خیانت کشورهای عرب همسایه ما و کمک کشورهایی مثل آمریکا و کشورهای اروپایی قطعاً امکان پذیر نیست. این جنگ یک مناسبات جدیدی رو در تاریخ برای جمهوری اسلامی ایران و در واقع غرب خاورمیانه تعیین خواهد کرد. امیدوار بودیم شرایط به شرایط جنگی نرسه، ولی متاسفانه امریکا و همپیمانانش در غرب علیرغم اون چیزی که در ظاهر نشون میدادن ایران رو وارد یک پروسه فریب کردن. من با دوستان زیادی در طول این روزها صحبت میکردم و تبادل داده میکردیم. به نظرم این پروسه ای هستش که از حدود 10 سال پیش شروع شده. حضور ما در سوریه شاید کلید زده باشه این موضوع رو. نقاط عطف زیادی هستش که میشه نام برد که چرا این همچین اتفاقی افتاده. البته من الان میبینم که عده زیادی توی تلویزیون مخصوصا کارشناسایی که دعوت میشن صحبتشون این هستش که اینو چند سری از افراد کارشناسان معمولی تا دکترای دانشگاهی تا اساتید هیئت علمی تا افراد دیگه من شنیدم این ازشون که مثلا گفته میشد که ما اگر در سوریه دفاع نکنیم باید در تهران دفاع کنیم و اون موقع یه عده میگفتن که شما نباید در سوریه حضور داشته باشید و الان میبینیم که این موضوع چقدر در واقع درست بوده که ما باید حضور میداشتیم و اینها. متاسفانه جمهوری اسلامی همچنان از همون آب گلالود داره ماهی میگیره و اصلا انگار قرار نیست که درس بگیره از این موضوع. و ما علیرغم این که با جمهوری اسلامی ایران به لحاظ ماهیت فکری تفاوت داریم و با هم اختلاف جدی داریم، ما در جنگ در طرف جمهوری اسلامی قرار گرفتیم و من هیچ ابایی ندارم که از این که این رو بگم به هر قیمتی هم که باشه. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی ایران با همین تحلیل هایی که داره انجام میده و این تحلیل هایی که از یک سری افرادی که نمیدونم ناآگاهن یا اینکه در واقع اهداف خاصی رو از اون موضوع دنبال میکنن، من مطمئنم اگر این جنگ به پایان برسه و اگر جمهوری اسلامی از زیر بار این جنگ به سلامت بیرون بیاد که امیدوارم این اتفاق بیفته، متاسفانه دوباره به جان قشر روشنفکر و افرادی که با نظام اسلامی با حاکمیت موجود اختلاف فکری دارن دوباره به جان اونها میفته. متاسفانه حضور ما در سوریه اشتباه بود. ما نباید حضور فیزیکی می داشتیم در سوریه. ما نباید در سوریه به این میزان دخالت می کردیم. ما نباید خودمون رو با مردم محلی سوریه درگیر می کردیم. این مشکل بشار اسد بود. ما باید بشار اسد و سوریه رو قوی می کردیم، نه اینکه بیایم اونجا از یک مهره‌ای که خودش مسائلی داشته و این اونها هم به عنوان یک قشر تقریبا دیکتاتور شناخته شده بودن و از سال 2011 به بعد و در موضوع بهار عربی دیگه بنای رفتن اینها گذاشته شده بود و جمهوری اسلامی ایران به هر قیمتی میخواست این رو به تأخیر بندازه یا اینکه مانع ازش بشه و بالاخره موفق نشد. ما اگر اون موقع به درستی ورود میکردیم امروز این تاوان رو نمیدادیم. اون ورود اشتباه ما، اون تحلیل اشتباه ما در اون دوره باعث شد که اتفاقات دیگه‌ای بیفته. البته من نمیخوام بگم تنها این موضوع باعث شد، موضوعات زیادی بوده که اگر یک روزی فرصت باشه اونها رو میگم. بعدش به ترور قاسم سلیمانی انجامید و بعد از ترور قاسم سلیمانی ماجرای هواپیمای اوکراینی اتفاق افتاد. ما سال 96 البته شورش داشتیم، سال 98 همچنین داشتیم،
دوباره این اتفاقات هم که در سال 98 افتاد، دوباره سال 1401 ما مسئله داشتیم و متاسفانه میبینیم در طول این دوران اسرائیل آنچنان قوی کار کرده و آنچنان خودش رو آماده نگه داشته و پلن‌های خودش رو در واقع اوتلاین کرده که الان از بعد از 7 اکتبر یکی یکی داره فقط اینها رو تیک میزنه. یعنی از نابودی سران مقاومت، از بین بردن سران مقاومت، از هنیه که تو تهران تحقیری بود برای جمهوری اسلامی، از بین بردن کل سران حزب الله لبنان، سید حسن نصرالله، اتفاقی که در ماجرای پیجرها افتاد که برنامه‌ریزی بسیار طولانی مدت بود، خیلی به نظرم حتی از موضوع ترور خود نصرالله هم خیلی سخت‌تر بود و یه برنامه‌ریزی خیلی طولانی میخواست اونها انجام داده بودن. حتی الان شما اهدافی رو که میبینید در تهران و شهرستان داره در واقع زده میشه، بهش حمله میشه، از متخصصین هسته‌ای، از مراکز نظامی، از مراکز مطالعاتی، از خیلیا و حتی جاهایی که این فرماندهان نظامی ما ترور میشن، از منازلشون گرفته تا جاهایی که درش استقرار داشتن تا جاهایی که درش جلسه داشتن، اینا همه نشون میده که اسرائیل یک لیستی داره و داره فقط این لیست رو تیک میزنه و این جالبه که ما بدونیم اینها در تمام زمانی داشت اتفاق میافتاد که جمهوری اسلامی ایران درگیر سرکوب مردم خودش بود و این مشکلات اقتصادی بسیار زیاد رو به بار آورد. ما مشکلات زیادی داشتیم در طول این سالها، گشت ارشاد داشتیم و مسئله حجاب داشتیم و اصلا جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان حاضر نبود که از این مسئله کوتاه بیاد. حالا من کاری ندارم، ممکنه یک کشوری توانایی داشته باشه تو 10 تا حوزه هم همزمان دخالت بکنه و موفق باشه، ولی جمهوری اسلامی اینجوری نبود. ما متاسفانه اخباری که داریم در این روزها میشنویم اخبار تکان دهنده ایه. یعنی مثلا شما فکر میکنید که یک سری پهپاد تو اینجا ساخته میشده یا ساخته شده، آورده شده اینجا، اسمبل شده و الان از توی ایران داره پرتاب میشه. یک سری سلاح آورده شده و از توی ایران داره پرتاب میشه. نمیدونم این اهدافی که شناسایی شدن و افرادی که در شناسایی این اهداف دخیلن، افرادی که گرا میدن، ماشین‌هایی که بمب گذاری شده در نقاط حساس. اصلا شما تصور کنید من خودم که مثلا آدم غیر کم مطلعی نیستم، با آدمای زیادی در ارتباطم، اطلاعات نسبتا خوبی دارم، از اینکه بعضی چیزا بعضی جاها قرار داره واقعا خبر ندارم و اونها خیلی دقیق از اونها خبر دارن. خب مشخصا سطح نفوذ در ایران بسیار بالاست و اطلاعاتی که اونا به دست آوردن از ما اطلاعات بسیار گسترده‌ایه و الان هم اتفاقی که داره میفته اینه که فعلا این جنگ به صورت نابرابری داره ادامه پیدا میکنه. ما نیروی هوایی درست حسابی نداریم. ما این جنگی نیستش که ما براش آماده باشیم. در این جنگ نیروی زمینی تقریبا به درد شما نمیخوره، نیروی دریایی هم شاید به درد شما نخوره. شما نیاز به نیروی هوایی، نیروی موشکی و نیروی پدافندی دارید و این یک جنگ ترکیبیه. ما مجموعه ای از عوامل اقتصادی، نظامی، سیاسی، موضوع انرژی و چیزهای متعدد دیگه رو باید در کنار همدیگه داشته باشیم. در 8 سال دفاع مقدس جمهوری اسلامی حداقل در سالهای بعد از انقلاب به خاطر اون در واقع پشتوانه مردمی که داشت با دست خالی در مقابل دشمنی که در روبروی خودش حضور داشت تونست موفق بشه و طولانی مدت بجنگه، با اینکه اختلافات هم کم نبود. ولی متاسفانه الان میبینیم که یک شکافی بین حاکمیت و مردم وجود داره و الان جمهوری اسلامی با عده‌ای از مردم روبروه که باید اینا رو قانع بکنه که از اسرائیل طرفداری نکنن در جنگ. یعنی همینقدر بدیهی و من واقعیتش نمیتونم یک عده‌ای رو سرزنش بکنم که در ماجرای هواپیمای اوکراینی آسیب دیدن، چه خودشون، خانوادهشون و چه اعتمادشون به جمهوری اسلامی، و الان از اونا بخوام خوشحال نباشن. افرادی که خانواده هاشون در جریان اعتراضات سال 1401 به خشونت بارترین حالت ممکن آسیب دیدن و ما الان ازشون بخوایم که خوشحال نباشن. من البته خودم خوشحال نیستم و اون موقع هم خوشحال نبودم.
ولی در کنار اسرائیل نمی ایستم. ترجیح میدم که توسط هموطنان خودم تیکه پاره بشم، ولی در کنار یک موجود وحشی مثل اسرائیل نایستم. ما برای این کشور زحمت کشیده شده، ما برای این کشور خون دادیم، برای این کشور زندگی‌های زیادی فدا شده، فنا شده و ما هم در کنار این حکومت می ایستیم و این شرایط رو باید تغییر بدیم، ولی ما این تغییر رو به دست یک خارجی نمیخوایم و اونم منحوس‌ترین دولت حال حاضر در سراسر دنیا که به صورت جعلی به عنوان یک کشور در سازمان ملل هم به رسمیت شناخته شده و در این دنیایی که مثل یک جنگل داره اداره میشه باید شاهد حمله یک کشور بند انگشتی به یک کشور بزرگ باشیم و خودش اون رو حمله پیش دستانه بنامه و اون وقت ما که هیچ کاری انجام ندادیم باید افکار عمومی دنیا رو قانع بکنیم که ما به دنبال جنگ نیستیم و تمام کشورهای بظاهر متمدن غربی و اروپایی هم پشت اسرائیل قرار بگیرن و آمریکا و همچنان با پررویی تمام از ما بخوان که به پای میز مذاکره برگردیم، در حالی که جنگ ناجوانمردانه رو به ما تحمیل کرده. من بیشتر از این در این جلسه صحبت نمی کنم. این رو به عنوان مقدمه‌ای میگیرم که بحث‌های آتیم رو راجع به اون انجام بدم. من قطعاً میدونم افرادی که به این وایس من گوش میدن، به این پیام من گوش میدن، نظرات مختلفی دارن. من از شما خواهش میکنم اگر نظراتی دارید و دوست دارید صحبت کنید، این نظرات رو به من منتقل کنید. ایده هایی که براتون وجود داره بگید. ببینید ماها باید با هم گفتگو کنیم. اون اتفاقی که افتاده در طول سالهای گذشته، مخصوصا 20 سال گذشته، اینه که ما جمعیتمون با هم گفتگو نکرده، یعنی اجازه گفتگو ندادن. صرفا سال 1401 به بعد یک سری باب گفتگوهای باز شد که اونم خیلی محدوده، خیلی خوب بود ولی به نظرم ولی محدوده و این اتفاق باید بیفته که ما کنار هم بشینیم و با هم صحبت بکنیم. ما از یک ملت هستیم، ما یک ملت هستیم و این ملت باید در کنار هم باشه، خاکمون نباید تجزیه بشه، ما باید در کنار هم باشیم، چه زیر پرچم جمهوری اسلامی باشیم چه زیر هر پرچم دیگه ای. ما ایرانی هستیم هر جای دنیا باشیم و اگر حتی نتونیم به زبان فارسی خوبی صحبت بکنیم. ما یک تمدن بزرگ هستیم، ما یک فرهنگ غنی داریم و ما در طول تاریخ آسیب‌های زیادی دیدیم، از حاکمان بی‌کفایت تا همسایگانی که ما رو می‌خواستن مستعمره خودشون بکنن تا قدرت‌های جهانی که چشم به ما داشتن، ولی ما میتونیم ایستادگی بکنیم و از همه اینها سربلند بیرون بیاییم. ازتون تشکر میکنم که به صحبت‌های من تا پایان گوش دادید. من رو از نظرات خودتون آگاه بکنید. امیدوارم که در صحت و سلامت باشید و روزهای خوبی در پیش رو باشه.